امروز همه تو فضای مجازی افتادن به جون همدیگه. چرا؟ برای اینکه بتونن علتی رو پیدا بکنن که بگیم آیا واکسن واقعا باعث اختلال اوتیسم میشود یا نه. بعد همه این داستان از زمان اتفاق افتاد که نوامبر، یعنی این ماه 2025، CDC اومد یه سری تغییرات رو در وبسایت خودش داد که همه افتادن دیگه به جون هم دیگه و میگن ببین دست CDC رو شد، خودشون اعتراف کردن. از اونورم میگن نه منظورش این نیست و همه دیگه تخصص در همه چی دارن برای هم دیگه توضیح میدن. داستانش چیه؟ برو بریم. تو وبسایت CDC قسمت واکسین و آتیسم که بری یه سری اطلاعات داده که اینا رو اگه بلند با هم بر اساس اوییدنس های پشتش مرور بکنیم خیلی چیزا دستمون میاد. اولین چیز و مهمترین چیز بولت پوینت اولشه که نوشته اینکه واکسن باعث به وجود آمدن اختلال اوتیسم نمی شود چون اوییدنس براش نیست، پس فاقد اعتباره و نمیتونیم بهش تکیه کنیم. من میگم مثلا شما درست میگی، این جمله رو بذار کنار. این جمله چی؟ اینکه واکسن باعث اختلال اوتیسم می شود و علت اون کاملا مشخص شده است با اعتبار. آیا این جمله قابل استناده؟ نه، چون برای اون هم اوییدنسی نیست. پس چرا ما این جمله رو در وبسایت نوشتیم، این یکی جمله رو اصلا بهش اشاره هم نکردیم؟ آیا بهتر نبود به عنوان یک وبسایت معتبر و ریفرنس این دوتا رو میذاشیم در کنار هم و اینطوری میگفتیم امروز روز که میلیون کودک روزانه و سالانه دارن واکسینه میشن برای جلوگیری از مرگ و میر و همهگیر شدن یک سری بیماری‌ها که ما باهاش آشناییم و علمش دیگه امروز داریم و بین این میلیون‌ها کودک خیلی‌هاشون براشون هیچ اتفاقی نمیفته و معدود دسته از این بچه‌ها ممکنه با اختلال اوتیسم دیاگنوز بشه و اگر هم علت اون شاید واکسن بخواد باشه، ما همچنان ارتباط مستقیمی نداریم و تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است. آیا بهتر نبود ما اینطوری می‌نوشتیم و همه رو می‌ذاشتیم در کنار هم و اطلاعات معتبرتری میدادیم تا اینکه بیایم جهتگیری طور فقط یک قسمت رو بگیم، اونای دیگر چشمون رو ببندیم. قسمت دوم نوشته که تمام تحقیقاتی که ممکن بود چیزای ریس سیگنیفیکنت یا مهمی رو درش اشاره بکنه، ارگان‌های دولتی چشاشون رو بهشون بسته بودن. اونا بسته بودن. آیا تمام محققین دیگه هم بسته بودن؟ تمام بچهای فعال رشته اوتیسم بسته بودن؟ تمامی بچهای کادر درمان چشاشون رو بسته بودن؟ نه. اگر تحقیق معتبر با جامعه آماری درست و کلینیکال ترایل اومده بود، ما هم همه بهش تکیه می‌کردیم، اشاره می‌کردیم. اما تا اونا نیاد ما همچنان نمیتونیم ثابت بکنیم این قضیه رو. بولت پوینت سوم نوشته که برای اطلاعات بیشترش ما برای اینکه بتونیم ببینیم ریسک های بیولوژیکال در کنار این علت و معلولای بیرونی هستش یا نه و ثابت بشه، ما تحقیقات بیشتری داریم انجام میدیم. این درسته، خیلی هم عالی. تا اون روز ما نمیتونیم حرفی بزنیم، تا اون روز نمیتونیم فالی بگیریم، نمیتونیم پیش بینی جهتگیرانه طور بکنیم. این تا اینجای داستان. میایم یه ذره پایین‌تر در مورد خود این اختلاس صحبت کرده و سابقه اون و اینکه باز دوباره یه سری جهتگیری‌ها رو توش کرده. بریم ببینیم چی گفته. تو قسمت بک‌گراند نوشته که از بین پرسشنامه‌ای که به خانواده‌ها و والدین بچه‌های اختلال اوتیسم دادن، یکی از والدین از هر دو خانواده باور داره که واکسن میتونه تاثیر مستقیمی روی به وجود اومدن اختلال بذاره. همینجا نگهدار. این چه مشکلی داره تو این جمله؟ اولین چیز، ما وقتی پرسشنامه یا تحقیق میخوایم بکنیم و فقط بریم روی یک دسته گروه از افراد، یعنی فقط افراد با اختلال اوتیسم و فقط رو اونا فوکس بکنیم، از نظر تحقیقاتی یک مشکل بزرگ داره که محققین بهش اشاره میکنن، بهش میگن بایس، یعنی جهتگیری شده در هدف. و مشخصاً وقتی که شما روی یک اختلاف فقط دست میذاری به این میگن سلکشن بایس، یعنی انتخاب شما جهتگیرانه بوده در این تحقیق، چرا که فقط روی بچه‌ها با اختلال اوتیسم فوکس کردی و کل جامعه چشاتو بستی. افراد سالم دیگه‌ای که واکسیناسیون شدن و هیچ اتفاقی نیفتن چرا تو اون پرسشنامه نبودن؟ نظر اونا در این مورد چیه؟ پس این یکی از مشکلات بزرگ تحقیقاتی تا همین جمله هستش. دومین چیز، وقتی از والدین این افراد میخوایم بیاد اطلاعات قدیم و زمان بارداریشو بیاره و یادآور بشه تا بتون جواب پرسشنامه‌ای بده، باز هم فاقد اعتبار تحقیقاتیه. بهش میگن چی؟ به این میگن ریکال بایس، یعنی یادآور شدن اطلاعات که جهتگیرانه طور میشه. چرا؟ چون میگه من حتما چیزی مصرف کرده بودم که هم چیزی به وجود اومده، برای همین از کارهای کرده و نکرده خودش داره تو ذهن شخ میزنه یه سری اطلاعات بیاره بیرون. پس این نه در این تحقیق، در تمامی تحقیقات دچار مشکلی میشه وقتی ما همچین چیزی رو از افراد بخوایم تو اطلاعات برن تو زمینه ذهنشون و فقط یه جعبه خاصی رو در بیارن و به ما بدن. همین اطلاعات ضد و نقیض باعث شد که دولت بیاد اعلام بکنه که ارتباط مستقیمی بین استامینوفن استفاده کردنش و آتیسم هست
که اون هم وقتی به فشار بهشون اومد گفتن البته نمیگیم مستقیم، میگیم شاید. With Tylenol, we've all said from the beginning, the causative association between Tylenol given in pregnancy and the perinatal periods is not sufficient to say it definitely caused autism, but it is very suggestive. به خاطر اینکه بهشون ثابت داره میشه که آقا ما باید یه سری فکت ها رو داشته باشیم تا بتونیم ارتباط مستقیم رو پیدا بکنیم. خب یه ذره میریم پایینتر، درش نوشته که از 1980 به بعد که تعداد واکسن ها زیادتر شد، تشخیص بیماری آتیسم هم بیشتر شد. اینا چرا نمیتونه با هم ارتباط داشته باشه؟ به این دلیل که از 1980 به بعد همونطوری که تعداد داروهای ما رفت بالاتر، واکسیناسیون ما رفت بالاتر، به خاطر چی؟ به خاطر که علم ما رفت بالاتر، تکنولوژی ما رفت بالاتر، همون زمان هم شد که ما علممون در مورد اختلال آتیسم رفت بالاتر و تازه فهمیدیم مثلا آتیسم چی هست، چه مشکلاتی میتونه فرد داشته باشه و اینجوری اومدیم تازه یه سری از افراد رو دیاگنوز کردیم و گذاشتیم در این اسپکتروم آتیسم. پس اینکه شما همزمان علمت واسه تشخیص یه بیماری رفته بالاتر، در کنارش هم همزمان یه سری واکسیناسیون داروهای دیگه هم اومده تو بازار، اینا موازی با هم اتفاق افتاده. اینا رو در تحقیقات بهش میگن کورلیشن، یعنی همزمان با هم اتفاق افتاده، نه کازیشن، نه علت و معلول که این باعث این شده. نه، همچین چیزی نبوده. ما برای این حتما یه سری تحقیقات و اوییدنس درست‌تر میخوایم. این مثل این میمونه که بگیم کودکی که به دنیا اومده اکسیژن مصرف کرده، شیر مادر مصرف کرده، واکسن زده، داروهایی رو مصرف کرده، سرما خورده و بعد بگیم حالا امروز اگر آتیسم گرفته به خاطر شیر مادره، به خاطر اکسیژن هواست، به خاطر آلودگی که مصرف کرده. نه، اینا همه همزمان با به دنیا اومدن بچه اتفاق افتاده. هر بچه‌ای به دنیا میاد قاعدتاً یه سری روندها رو داره، شیر مادر رو مصرف میکنه، یه سری چیزا تجربه میکنه، یه سری بیماری‌ها، یه سری داروها، در کنارش هم یه سری واکسن‌ها رو داره دریافت میکنه. این که یک سری از این بچه‌ها دوچار اختلال آتیسم میشن و بقیه نه، بگیم نه پس اینا حتما با هم ارتباط داشته. پس اینای دیگه چی؟ یه ذره دیگه میایم پایینتر، اشاره به تحقیقاتی میکنه که داره نشون میده، یک دونه تحقیق گذاشته از سال 2014 و داره نشون میده که در واکسن‌هایی که آلومینیوم بوده و اینا ممکنه دچار مشکلی افراد رو بکنه. باز هم تحقیقات دیگه‌ای که همزمان در همون سال با این تحقیق اومده بود بیرون 2014، بعد از اون اومده بود بیرون 2015، 2020، 2023، به هیچ کدوم از اینا اشاره نشد. به این میگن چی در تحقیقات؟ به این میگن چری پیکینگ، یعنی شما میری از درخت گیلاس تحقیقی که دوست داری رو برمی‌داری میری و به همه نشون میدی و چشتو به تمامی تحقیقات و اعتبارات دیگه میبندی. پس اینجا هم باز دوباره ما یه بایس و یه جهتگیری داریم در اطلاع رسانی به افراد. به صورت کلی وقتی تمام اینا رو میذاریم کنار هم دیگه به این نتیجه میتونیم برسیم که عزیز من، ما روز با علم امروزمون دیگه میدونیم آتیسم مولتی فاکتوریاله، یعنی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، از ژنتیک بگیر تا عوامل مختلف بیرونی که میتونه در این اختلال تاثیر بذاره، حداقل تا چیزی که ما امروز میدونیم. با علم امروزمون ما همچنان رابطه مستقیم و ثبت شده و دقیقی در مورد واکسن کودکان با این داستان اختلال اوتیسم نداریم و همچنان تا اون روزی که این اطلاعات دقیق درست با اعتبار و کلینیکال ترایل درست بیاد، باید حواسمون باشه به این موضوع و این انتخاب خود من و توئه که میخوایم واکسن بزنیم نزنیم برای خودمون و برای کودکمون. من در جایگاهی نیستم که از یک پیج فضای مجازی بیام به تو بگم بزن یا نزن. تو هم در جایگاهی نیستی که اگر تخصص یا مرکزی رو داری بیای به خاطر اون نظرهای شخصی رو وارد کنی و توصیه‌های اینطوری به همه بکنیم. اینکه در یک سری از ایالت‌های امریکا واکسیناسیون آزاد شده به معنای درست و غلط بودنش نیست. یادمون نره واکسن‌ها هر چقدر خوب یا بد جلوگیری همه‌گیر شدن یک سری بیماری‌ها که قبل از این خیلی قربانی شدن رو داره میکنه. ما نباید حتما برگردیم به عقب و خیلی از بچه‌هامون رو به یه سری چیزای ساده از دست بدیم تا یاد بگیریم علمی که امروز داریم خوبه یا نه. ما امروز اگر ماشین و تکنولوژی داریم دلیل به این نمیشه که ما همچنان با درشکه و اینا بخوایم رفت و آمد بکنیم. پس همونجوری که تو تکنولوژی و این چیزا ما به عقب برنمیگردیم، برای علمم برگشتن به عقب اشتباهه ولی انتخاب شخصیه. پس خواهشاً حواسمون باشه و اینکه اگر وبسایتی مثل CDC تغییراتی رو میده با توجه به عوض شدن مدیریت، با توجه به عوض شدن وزیر بهداشت و اینا، این دلیل نمیشه که ما چشمون رو به تمامی تحقیقات، فکت ها و اوییدنس های بیرونی ببندیم و اونا رو نادیده بگیریم و حواسمون به این بایس ها و جهتگیری ها بسی باشه. تو قلبی دم همتون چی خیلی گرم.